کسی که به اشتباه راه داده است بخشیدن ممکن است، ولی کسی که خیانت کرده است بخشیده نخواهد شد. جمهوری تاجیکستان در نخستین قدم‌های به استقلالیت رسیدن خود از اثر فاجعه دهشت‌انگیز در کنار نماند. خدمات مخصوص خارجی و تشکیلات و حرکت‌های دینی تروریستی در سیمای سرکردگان و اعضایان سابق حزب نهضت اسلامی توانستند گروه خیانتکار و وطن فروش را پیدا کنند که مقدسات و افتخار دولتداری ملی برایشان بیگانه است. با استفاده از این گروه بی‌هویت چندین دفعه کوشیدند که دولت و ملت تاجیک را به ورطه نابودی کشند. هرچند که میسرشان نگشت، ولی کشور را به گرداب جنگ روبرو ساختند. در طول سالهای جنگ شهروندی، تشکیلات تروریستی اکستریمیستی سابق حزب نهضت اسلامی گناهکار اصلی به گرداب جنگ کشیدن مردم تاجیکستان نسبت به نمایندگان ملت و دولت تاجیک ده‌ها مراتب عملهای تروریستی، گروگانگیری و سوءقصدها انجام دادند که باعث مرگ هزاران نفر گردید. گروگانگیری یکی از شکل‌های تروریسم بوده، همچون پدیده دهشت افکنی، واهمه پراکنی و انسان هراسی محض با رذالت تشکیلات تروریستی اکستریمیستی سابق حزب نهضت اسلامی در جامعه باثبات پساشوروی تاجیکستان برنامه‌ریزی، سازماندهی و عملی شد. این ابزار جنگی را برای ترس و وحشت، آدم ربایی، ظلم پروری، جای کردن تهلکات در وجود مردم صلح اندیش تاجیک استفاده وسیع و گسترده می‌نمود. این نوع جنایت فنومن جدید، خطرزا و آدمکش بود که بنیاد جامعه را به لرزه آورده، برادر را به برادر، پدر را با پسر و همسایه را از همسایه مشکوک و شبهناک می‌کرد. تاجیکی که تا سال 1990 عصر گذشته گنجشکی را نمی آزرد، تیغ به دست گرفت و به سربوری و بینیبوری دست زد. گروگانگیری به تجربه روزمره، خوشایند و یک عامل عادی حیات تروریستان حزب پرور تبدیل یافت. اول وکیل و رئیس، میلیسا و پروکورور، معلم و دکتر را گروگان می‌گرفتند. در نوبت دوم به حریم شخصی خانواده ها یورش برده، دخترهای نابالغ، موسفیدان ضعیف و حتی معیوبان ناقص العقل را به گرو می‌گرفتند و از دم تیغ و شمشیر می‌گذراندند. осеб нодида намонд. Ҳамамон осеб дидем, ҳамон як зарар дидем. Агар ай бача надида бошӣ, ай духтар дидӣ. Ай духтар надида бошӣ, ай зан дидӣ. Ай зан надида бошӣ, ай падару модар дидӣ. Мардако чун ҳамиҷа буданд, заношу дар як каҷи гап, дар духтарошу дар як дасти як нокасига буданд. Як ғам буд. Ҳамаи мардум дод. سرکردگان، اعضایان و دمروان تشکیلات تروریستی اکستریمیستی سابق حزب نهضت اسلامی مذهب، ملت، دولت و وطن خود را به عوض مبلغ و ثروت فروختند. سرکرده حاضر این تشکیلات تروریستی محیدین کبیری در سال 90 با دسترسی مالیوی خواجگان برای از خودکنی تعلیمات مذهبی شیعه به جمهوری عربی یمن فرستاده می شود و تحصیل خود را در تعلیمگاه‌های اسلامی ادامه می‌دهد که تدریجاً راه او در مجرای حرکت نهضتی هموارتر گردد. البته در این کشور او زیر تأثیر ایدئولوژی رویه‌های تندگرایی دینی قرار گرفته، پورا پیرو مکتب تروریستی اکستریمیستی سیاسی و مذهبی برای ملت تاجیک بیگانه می‌گردد.
پس از گذشتن مکتب یمن، موحیدین کبیری اکنون از یک دانشجوی تاجیک به یک عنصر رزویدکای کشور خارجی و یک طرح مخصوص تبدیل شده بود. او باید در قدم اول با سرمایه خواجگانش در حدود اتحاد دولت‌های مشترک المنافع تجارت کلان تأسیس داده مالکیت زیاد می‌خرید. بعداً خود را به ترکیب راهبریت حزب نهضت جای می‌نمود. سپس باید راهبران اساسی این حزب را از بین می‌برد و راهبری حزب را خودش به دست می‌گرفت. جانبداران خود را در ریاست حزب جمع می‌کرد و در قدم بعدی حزب نهضت را پررز زیر نفوذ و اطاعت خدمات مخصوص کشورهای خارجه می‌درآورد و در نهایت با تشکیل تبادلات دولتی قدرت را صاحب شده تاجیکستان ما را به یک کشور تابع آن دولت تبدیل می‌داد. حادثه‌ها نشان می‌دهند که موحیدین کبیری این نقشه را قدم به قدم عملی کرده. سال 2015 تا کوشش تبادلات دولتی رساند. اما به بخت مردم تاجیک این لایحه شوم در این مرحله شکست خورد و تمام نقشه های خواجگانش برباد رفت. اکنون با دستور این خواجگان از واژه اسلامی در حزب تروریستی نهضت دست کشیده زیر نام پیمان ملی نقشه و هدفهای ضد تاجیکانه آنها را عملی کردن است. نیروهای منفیدار منطقه و بین المللی که تشکیلات تروریستی سابق حزب نهضت اسلامی را دستگیر میکنند با وجود درک پیامدهای فاجعه بار نقشه‌های رذیلانه خیش را همانا برای رسیدن به هدفهای گیاسیاسی و گسترش نفوذ خود در آسیای مرکزی از سوء استفاده نهضت نحس دست نکشیدند. امروز هم آنها باقی مانده‌های و فراریان این گروه افراطی خائن را از کشورهای گوناگون جهان جمع کرده برایشان تشکیلات سیاسی و قنات تروریستی تشکیل کرده با خرج میلیون ها دلار میخوان این مرده پوسیده سیاسی را دوباره زنده کنند و بر ضد دولت و ملت تاجیک روانه سازند. هنوز از سالهای 90 عصر گذشته وقتی که گروه‌های مسلح تشکیلات تروریستی اکستریمیستی سابق حزب نهضت اسلامی برای برهم زدن ساختار کنستیتوسیونی در جمهوری تاجیکستان تلاش کردند با جای آن دولت اسلامی بنیاد کردن می‌خواستند، خدمات مخصوص خارجی جنگیان تشکیلات تروریستی سابق حزب نهضت اسلامی را در تعلیمگاه‌های مخصوص به آموزش فرا گرفته با آنها اصول‌های چگونه تطبیق سازی عمل‌های تروریستی را می‌آموختند و می‌آموزند. مقصد اساسی تمرین گرفتن ما بود که اول که وارد شدن به تاجیکستان ترکیش کردن در شهرها، ترکیش کردن در بازارها، ترکیش کردن در پارک‌ها و در منطقه‌ای که آدم‌ها بسیارن در همون طرفان ترکیش کردن. موحیدین کبیری، کوز میزور رحیم و کارکن خدمات مخصوص ایران اینا همش نقشه کشیده بودن که همین کارو ما کنیم. تشکیلات تروریستی اکستریمیستی سابق حزب نهضت اسلامی در آخر دوران شوروی با فعالیت‌های اکستریمیستی و تروریستی خود آغاز نموده است. اولین سازمان‌های ابتدایی این تشکیلات تروریستی در حدود سابق ولایت قرغان‌تپه پنهانی تأسیس یافته برای جای نمودن فناتیسم دینی در مفکوره مردم فعالیت می‌کردند. روحانیان متعصب همان سالها برای افراط‌کنانی جامعه اهمیت مخصوص دادند. پنهانی در محله‌ها، مدرسه و مسجدهای غیر رسمی گشاده با تعلیم و تربیت دینداران از آن جمله نورسان و جوانان مشغول شدند و بین آنها ادبیات دینی محتوایش تندگرایانه را پهن می‌نمودند. آنها با دسترس کردن ادبیات دینی گروه‌های تروریستی خارجی در حلقه‌های خود به جای تعلیم دین و اخلاق و ایمان به ذهن جوانان افراطگرایی و سیاست‌بازی و روحیه جنگی و تروریستی را تلقین می‌نمودند. چنین حالت حزن‌آور در اکثر نواحی وادی‌های وخش، حصار، رشت و محله‌های گرد و اطراف دوشنبه به چشم می‌رسید. سرکردگان نهضتی رستموف محمدجان، معمول با تخلص قاری محمدجان، رحمت الله علامه، عبدالولی واسیدوف و بعداً سعید عبدالله نوری و محمد شریف همتزاده بودند. این تشکیلات تروریستی بنیاد دولت تئوکراتی را اولین وظیفه استراتژی خود معین نموده. برای هماهنگسازی فعالیت گروه‌های مسلح مخالفین تابستان سال 1992 در شهر دوشنبه با نام نجات وطن ستاد حربی مسلح تشکیل کرد.
ستاد حربی پورا از ختم کردگان تعلیمگاه‌های دینی کشورهای اسلامی منطقه، طرفداران تشکیلات‌های دینی اکستریمیستی، اعضایان گروه‌های متشکل جنایتی، قماندان‌های صحرایی و جنگیان تشکیلات تروریستی حزب نهضت اسلامی عبارت بود. در برابر دسته‌های مسلح زیر نظارت خدمات مخصوص و دایره‌های دینی کشورهای خارجی، مدرسه و مکتب‌های پنهانی تعلیمات دینی، وسایط اخبار عامه تبلیغاتی، صدای مجاهد، رادیوی آزادی تاجیکستان، اگنتی اطلاعاتی خراسان پریس و امثال اینها تأسیس داده شدند. سال 1989 در مسجدهای مرکز شهرهای کولاب و قرغانتپه حادثه رخ داد که مردم را به دهشت آورد. وقتی نماز جمعه تمام شد، ناگهان صدها نفر نمازگزاران از بالای مردم گذشته امام مسجد و موسفیدان نمازگزار را بی‌رحمانه لط و کوب کردند. دیرتر معلوم شد که این گروه اعضایان تشکیلات تروریستی سابق حزب نهضت اسلامی بوده. ماه‌های دراز برای به دست گرفتن مسجدهای منطقه ختلان نقشه کشیده بودند. تیغ و کارد و کلتک در بغل به امام و نمازگزاران هجوم کردن یکی از اولین عملیات‌های ستاد حربی نجات وطن نهضت تروریستی بود. روز جمعه گفتن که 2 اتوبوس جوانان آمده است در مسجد، چنان با مسافیدا شب و شب دارن. ما خواستم آمدم که جبوری که در نزد مسجد چرمگر وجود دارد ملیسای بسیار و ما را نماندن سری مسجد رفتن سرسانی و سرگردانی و بسر و سامانی نهضتی ها استفاده کردن جوانان را به سوی خود کشیدن. بعد زد و خورد بین مسافیدا و بین همون 2 اتوبوس آمدگی نهضت سر می شود. دیگه زمین پری سله و پری خون و خلا و چنان زد می شود و بعد همین دیگر همین ناآرامی زد و خورد بسیار شد که عموما حالت آرامی مردم آسایش را ناآرام کردند. تشکیلات تروریستی اکستریمیستی سابق حزب نهضت اسلامی در تمام دوره‌ها اساساً از عامل سطح بلند عقیدتی اهالی بیشتر استفاده می‌نمود. هنوز سال 1989 نخستین مدرسه خود را در دهه یکتال شهر وحدت امروزه تأسیس داد. سروری این مدرسه را سرکرده همان وقته حزب محمد شریف همتزاده به عهده داشت. آن نیز نه مدرسه ایمان و اخلاق بلکه مدرسه افراطگرایی و تروریستی بود. در دوام سالهای فعالیت رسمی تشکیلات تروریستی اکستریمیستی سابق حزب نهضت اسلامی، شماره زیاد راهبران، فعالان و اعضایان این نهاد سیاسی با جنایت‌های خاراکتر تروریستی اکستریمیستی داشته دست زده جامعه تاجیکستان را با کردارهای خویش در عرصه جهانی داغدار نمودند. وقتی که حزب نهضت فتوا میداد که ریسک جنگجویان ما در نول یراق شد، یعنی که از جای میتوانند ریسو دریافت کنند. بعد از همین با گفتی همان وقت روایت یا که همون فتوا دادن با غارتگری و مردم آزاری دست زدن. تنها اعضایان دسته‌های غیرقانونی سنگینف رحمان با لقب رحمان گیتلر، موکلوف منصور با لقب شیخ، تقایف سفرعلی با لقب سفر پادبان و یاروف سید مختار از سال 1994 تا سال 2001 زیاده از 380 جنایت صادر نمودند. از اینها 52 کشتار، 96 راهزنی، 24 حالت گروگانگیری آدمان، 114 حالت بندیتیزم و دیگر جنایت‌های وزنین و عمل‌های تروریستی به قید گرفته شده است. نهضتی‌ها همچون شخصیت در تاریخ بشریت هیچ جایگاه و منزلت ندارند، زیرا آنها بر ضد دولت ملی خود، ملت خود و عموماً تاجیکیت مبارزه برده. همیشه نقشه داشتند که افزای سیاسی تاجیکستان را طریق اغوا انگیزی، تفریق اندازی و عملی ساختن اکت‌های تروریستی ناآرام سازند. آنها در دوره فعالیت خود نسبت مردم تاجیکستان ترور بزرگ ملی را به راه مانده. با جنایت‌های بزرگ ضد بشری همچون آدمکشی، کله‌بری، بریدن عضوهای بدن، تحقیر بی‌مثل جسدهای کشته شدگان، تجاوز به ناموس زنان و مادران، غلامداری و خرید و فروش انسان، قتل سلسله‌ای اهل فرهنگ و ضیای ملی، ترور آگاهانه معلمان و هنرمندان،
کشتار شهروندان خارجی، از بین بردن ثروت‌های ملی و غیره در مقیاس مخصوصاً کلان دست دارند. آنها همان مارهای ضحاکی اند که مردم تاجیک هزار ساله ها جنایت و خیانتشان را بر ضد ملت و دولت خویش هرگز فراموش نخواهند کرد. نهضتی های اهریمن سریش دیگر راه بازگشت به تاجیکستان را ندارند و خود را در قلمرو این کشور بهشت آسا تنها می توانند در خواب و خیالشان تصور کنند. گروهی جنایتکاری رحمان گیتلر و منصور موکل سفرخودمان یک معلمی ورزشی را در مکتب دهه تپه سمرخندی گروگان میگیرند، یک روغن را گرم میکنند، در اونجا میگذارند و هر دو پای رو با تبر میبرند و پای رو در همون روغن دو میدوزند که تا خونروی قلب بماند. تا زمان من یاد دارم که این استاد ورزش زنده بود و هیچ وقت عذاب و جنایت های این گروه را فراموش نکرده است و فراموش کرده نمیتواند. تاریخ معاصر ملی شاهد بسیار حوادث حساس تاریخی می باشد و یکی از حادثه های تاثیرگذاری که در علنگه گرفتن جنگ شهروندی کشور ما نقش اساسی داشته است، محض تظاهرات بهمن ماه سال 1990 محسوب می شود. تشکیلات تروریستی اکستریمیستی سابق حزب نهضت اسلامی در طراحی حوادث فوریه بواسطه شرکت نمود. محض تحت آوازه دروغین پهن کردن سرکردگان این تشکیلات تروریستی در خصوص تامین نمودن ارمنی ها با خانه در شهر دوشنبه باعث به میدان ها برآمدن مردم فریب زده و به بی‌ترتیبی ها دست زدن آنها گردید. تشکیلات تروریستی سابق حزب نهضت اسلامی از پشت پرده منظره های درگیری و نزاعها را تماشا میکرد و جریان زد و خود را از بیرون اداره مینمود. این نقشه عملی شد، ولی قشر روحانیان محافظتکار نهضتی با احساسات راه داده بعضاً به معرکه شریکی نمودند. این بود که ایز پای دستاندرکاران این بازی شوم در جای حادثه به مشاهده رسید. آرزوی منصب و صاحب جاه و جلال شدن در سایه دولت اسلامی که روحانیان ارتجاعی کوشش تأسیس آن را میکردند، آنها را آرام نگذاشت و آنان به طور ناخودآگاه به صحنه مبارزه های آشکار سیاسی اداره کردن گردی همایی ها برآمدند. تیرهایی که از طرف ما می روند این تیر است که خستگی اگر ما کجشم بدازیم به سینه آن جوانان فولادی خواهد رسید. یک چیزی دیگر درباره خدا رحمتش کنه رفت نشم جراحت از نگاه اسلام آمین درسته که رفت نشد و این گفته بود که در یک موقع در سرگان کنید و چیره که شما با هوا میزنید و اسمین الله اکبر و اونجا ملائکه ها بوده در سینه ترابه ها میزنید و همین همش دلیل تاریخی است و بکدو دیده رو ایشون تشکیل مردم اسلام میکنید. ماهای اپریل سال 1992 وقتی که تشکیلات تروریستی اکستریمیستی سابق حزب نهضت اسلامی با نقشه خواجگان خارجیش مرحله یراقناک جنگ شهروندی را سر کرد، اولین کارش گروگانگیری مردم، کشادن زندانها، شکنجه خانه ها و قتلگاه ها بود. زندان مرکزی تشکیلات تروریستی اکستریمیستی سابق حزب نهضت اسلامی در بنای حمام سفخاز ترکمنستان ناحیه وخش جایگیر بود. سالهای 1991-1992 نهضتی‌ها در آن صدها نفر را نگاه داشته بی‌رحمانه شکنجه و قتل می‌کردند. وقتی این ناحیه از دست نهضتی‌ها آزاد شد، در تهخانه حمام صدها عضو بریده انسان، ده‌ها جسد پاره پاره پیدا کرده شد که کسی نمی‌دانست که به کی تعلق دارند. یکی از دهشتناکترین صحنه‌های زندان نهضتیان این بود که آنها عضو تناسل مردها را بریده پرتافته بودند. کله‌بران نهضتی که امروز کبیری از نامشان در اروپا جولان دارد، سالهای 1991-92 تنها از یک موضع لمناسوف بیش از 800 نفر ساکنان ملکی را به یگان جرم و گناه گروگان گرفتند. همه آنها را به حمام ذکر شده برده به طور وحشیانه شکنجه و قتل کردند. برایشان فرقی نداشت، تاجیک و روس و ازبک همه را می‌کشتند.
من همین شب ای ترمایستان گرفتم همین خیلی که خدا یگان مسلمان نشونته کودکا ветеран سالا همه کس کونی لیش کردن عذاب دادن چای کردن خیلی ایامو بین 34 35 کس من یک کس زنده ماندم گرفتم من یک کس گریزوندن خیلی جسمانی خیلی تو بفوران سری ما را عذاب دادن خیلی پایین ای بینشان تو بدن ای مردم من شاهد زنده بیدادگری های نزهتیان در سرخود ترکمنستان میباشم عذاب و شکنجه هایی که نزهتی ها با من دادن تا حاضر در بدن من هستند. تابستان سال 1990 بود. در راه ما را قماندان‌های نزهتی ما را گرفته به سرخود ترکمنستان بردند. در آنجا ما را در یک خانه مخصوص جا کردن گفتن همینجا بیست. دو آدم دیگه در آمد انا چی کشیدگی نقاب کشیدگی در آمدن به درجه زدنم کردن که تمام بدنم معیب شد. و سرخود ترکمنستان بردن در اونجا ما را در گفتن که در همه پرول در بیتون چشم برسون تری رسوندم همه یک کس ای خفا ای همی سر ای موام گرفت هم بسیار زدم ده چقدر آدم ها را پروندن بعدش کلش بریدن سرش بریدن گوشوش بریدن دیگه من حیران شدم ای ترس نمیدونستم که چیکار کنم در حقیقت این نزدیکی های تروریست حزب اشراق فاشیستی بود آیا میتواند یگان نفر نسبت هم ملت خود هم وطن خود هم فرهنگ خود همین بیدادگری ها را روا بیند بعد چند وقت بعد در که کی اومد خدمشو اومد من اول نفهمیدم که کیه بعد اومد دستور ما برشش گفته بچه مرا شناخته گفتم خدمشوی گفت ها گفتم خیلی ما چیکار کنم که من را عمل کردم گفت هیچ گپ نیست من یک کاری میکنم تو خلاص میکنم من را گرفته پیش قماندان نزدیکی کلانش شو بود گفت اکا همین آدم مدر لازمه همین مدر لازمه همین را مدر بتیم خدمشو ما را گرفته راست که خونه شو بود پیاده و طرفی لمناس آمدن با چشمان خودم دیدم که نزدیکی های کلبر 700-800 نفر آدم را گرفته به سرخود ترکمنستان بردن همین 700-800 نفری که نزدیکی ها آنها را همه سرخود ترکمنستان بردن همش به خطر رساندن که تا حاضر صاحبای آنها همین آدم ها را میکردن اما افسوس که نیستن ساعتهای 4 روز بود یک ماشین پزیک است که اتوبوسای میدان همون پوری زنکایی که هم تکستیل با کار میکنن همونها آوردن دختر و زنکا بود و افلاسگری که اونجا بکردن همش باور کنید اگر حیوان نخیل نمیکنه حیوان همون قریب همه همونها به ناموس رسیدن اختراع دیگر نهضتی ها در تاجیکستان باچکا زندان ها بودند. آنها سیسترنه های آهنین آب یا بنزین و کرosین را گرفته آدمان را درون آنها در سخت‌ترین شرایط زندان میکردند. گاه در یک باچکه آهنین حجمش 1-2 تانگی تا 8-10 نفر را انداخته در آن را قلف میکردند. زندانیان باچکا از گرمی طاقت فرسا، نرسیدن هوا و بوی گاز نجاست نفسگیر شده میمردند. اکثر وقت آدمان بیگناه را در این باچکه ها جایگیر نموده با سنگ و آهن پاره ها سخت ضربه می زدند. از صدای آن پرده گوش بازداشت شده ها می درید. آنها از فشار روحی یا از عقل بیگانه می شدند یا دل و رگ هایشان می کفید و از دنیا رحلت می کردند. چون این باچکه زندان ها را قماندان های نهضتی از قبیل شیخ یاریبک، ملا عبدالله، رحمان گیتلر و منصور برای شکنجه و کشتار مردم بیگناه در شهر و ناحیه های رشت، لخش، سابق جرگتال، نورآباد و وحدت وسیع استفاده می بردند. چندین عدد از این باچکه های آهنین که
همچون زندان نهضتیان استفاده می شدند، هنوز هم در آن منطقه ها همچون مجسمه ظلم و استبداد این گروه ظالم باقی ماندند. وقتی که گروه تروریستی حزب نهضت اسلام برابری ملا محرم ما را برده در بارای قشلاق کرتگین است که یا بوچکه نسالیتره در درون همو محکم کرد پوچه ها در نروشک میزدن در دستم نروشک میزدن هم خیلی میپرفتن. ملا محرم این کماندر حزب نهضت اسلام خیلی بسیار زد، تنهای سوزاند، دستای سوزاند. پسرم رو با کنی اتومات در طور سر زرداب گرفت. ما برده در قربالا بعد 2 بار اپراسیون چیدنم نجات داده نشد، همین خیلی نابود شد رفت. یک لحظه در خاطر من نقش بسته است که کودکی سن 12 ساله آیت‌الله مدت 3 روز در همین خیل باشگاه با سرداری گروه مخالفین که قنات حزب نهضت اسلام بود ملا عبدالله در همین خیل باشگاه در آورده. اخیراً روز سیوم او را وحشیانه در همین خیل باشگاه به قتل رسانده. با این همه ظلم و بیرحمی و قتل و کشتار بین تشکیلات تروریستی اکستریمیستی سابق حزب نهضت اسلامی و فاشیسم فرقیت وجود ندارد. این نوجوان مردان آنقدر ناتوانبین و اهریمن سیرتند که بدترین عملهای زیشت و کردارهای رذیلانه را نسبت به همدیاران و هم ملتان خود روا دیدند. حتی فاشیستان چنین کارها را نسبت به نسل آدمی انجام نداده بودند. می اومد میگو که دختر یوش کلون داری، دختر داری تیویا. از این دهشت میشه برای مرد. از این دهشت میشه که مرد همیشه دست و پاش بندن اویلا و کلینش زنا کنن. از این دهشت میشه. اعمال انسان ستیزانه آنها از وحشانیت چینگیزیان و از انسانکشی های فاشیستان در جنگ دوم جهانی کمتر نیست. گروگان گرفتن محافظان مرز و بوم کشور در ناحیه طویلدره، تشکیل کنسولگرهای اسیران در این منطقه و با فرمان خائنانه سرکردگان حزب تروریستی به حدود افغانستان انتقال دادن و در آنجا روی راست به فروش گذاشتن اسیران تاجیک از عملهای دیگر غیر انسانی نهضتیان به شمار می رود. 93 وقتی که ما را به اسارت گرفتن، شب ما را بردن لوی دریا. وقتی که ما لوی دریا رفتیم، در لوی دریا ایو طرف حزب نهضت اسلام آدماش با کمرهای ماشین، کمرهای کلان، میده هر خیل بود. گذاشتن به این طرف آورد، هر یک کمره ده 4 کسی، 3 کسی، 5 کسی کمرهای کلانش ده بار کردن ما را ایا اوس گذراندن. وقتی که ما را ایا اوس گذراندن، از اون طرف هم با همین ماشینای کماز آمدن، ما را همین ماشینای کماز ده بار کردن، بردن بورک افغانستان که بورک افغانستان خیلی در فیض‌آباد افغانستان میسته. ما را به همونجا را بردن. میدانی که ما را میبردن که کار کنیم با یک عذاب و مشقت، بالای همین ما را به پرسش میبردن. عمر حسینی یکی از کیم کدام وظیفه‌دارای حزب نهضت اسلام بود، کیم کدام راهبری چه معرفی میکرد، سید عمر حسینی همچون یک گستاپو. از گستاپو هم قین‌تر بود. یک چند نفر ما را جدا کردن، سر بریدن. ما همیورا وقتی که ما را بردن همیورا تحقیق کردن، همینا را ما دیدیم سر نمی‌دیم. سر هر یک کدومی از تنش جدا بود. ما ایرا دیدیم. واعظان که این جلوه در محراب و منبر می کنند، چون به خلوت می روند وان کار دیگر می کنند. آن سالها نه فقط جنگیان نهضتی بلکه سرکردگان آنها نیز شخصا دست به عملهای وحشیانه و غیر انسانی نسبت هموطنان خود می زدند. مثلا سید عمر حسینی که از چهره‌های کلیدی تشکیلات تروریستی اکستریمیستی سابق حزب نهضت اسلامی بود و وظیفه معاون اول و عضو ریاست عالی تشکیلات مذکور را بر ذمه داشت، خود شخصاً چون این کارهای رذیلانه را
انجام میداد. پس بینندگان گرامی، از دیگر قماندانها و اعضایان قطاری این حزب کثیف می شود عملهای انسانی را انتظار شد؟ هرگز نه. ما یک رفیق دیگه قطیمون داشتیم، نورالله نام داشت. همین آدم جان زنده داشت، نه که امیر گپ زدن نمیتون، امیر زنده تایخو کرد. خودمون مجبور کردن امیر ما زنده تایخو کردیم. نفرای قماندان نظام که خودشون مسلمان میگفتن، همین آدم ما زنده تایخو کرد. ببینید که نهضتیان آدمخوار با استفاده از نام خدا و رسول به چه کارهای کثیف و رذیلانه مشغول بودند. داغ خون هزاران هزار شهیدان جنگ شهروندی از دستان کثیف تروریستان نهضتی حالا هم پاک نشده است. از سال 93 ما اعضای حزب نهضت اسلام بودم. چه امر سفارشی که از طرف حزب نهضت اسلام میشد ما اجرا میکردیم. از سال 93 تا 2000 ما اعضای دست امختی در شهر دوشنبه، رودکی، وحدت، رومیت با گروگانگیری، راهزنی، تمجویی، آدمدوزی مشغول بودیم. قسمت زیادی مبلغایی که بعد از آورده را به خزینه حزب نهضت اسلام میسپاریدیم. سال 1995 با تلفن با عائله‌ام هم صحبت شدم و دو فیقان برداشته گفت که گروهی سلاح به دست حزب نهضت اسلام یا رفسای مختار اگر نیایی دختر 15 سالت رو به گرو میبرد. شبونه به خانه رفتم. سحر صبح بود که من از نمیدونم از جای اینو فهمیدن اومدن من رو گروهی حزب نهضت اسلام یا رفسای مختار گرفتن و گروگان برد. از من پولی کلان طلب کردن. دوام 8 روز من در دست آنها گروگان بودم. دوام 8 روز مرا عذاب شکنجه داده، مرا با کرچه 4 تا در پای راستم 4 تا در پای چپم عذاب شکنجه میداد. در سرم با نوک اتومات زده شکاف کرد سرم را. برادر و عائله و اپاهای من پولی $8,000 را جمع کرده آوردند. در دوام 8 روز بعد مرا سر دادند. بگاهی 10 می سال 1992 سابق رئیس ستاد مسلح نهضتی نجات وطن شادمان یوسف در یک اظهارات تلویزیونی گفت که در صورت مداخله کشورهای خارجی به امور داخلی تاجیکستان ما جواباً به این عمل از ایران و افغانستان طلب کمک می نماییم. همچنین او آگاه نمود که اهالی روززبان شهر دوشنبه را گروگان می گیرد. این عمل اغواانگیزانه شادمان یوسف باعث آن گردید که تا آخر سال 1992 بیش از 20,000 نفر اهالی روززبان تاجیکستان را ترک نمودند. با مقصد مقابل تاجیکان شورانیدن روززبانها و انگیختن تخم نفاق بین ملت‌ها از جانب تشکیلات تروریستی سابق حزب نهضت اسلامی با راهبری ملا عبدالغفار با لقب عبدالغفار یوژنی 4 می سال 1992 آموزگاران و خوانندگان مکتب میانه رقم 8 شهر دوشنبه گروگان گرفته شدند. 5 می سال 1992 دسته مسلح تشکیلات تروریستی اکستریمیستی سابق حزب نهضت اسلامی با راهبری عبدالحلیم نظرزاده معلوم با تخلص حاجی حلیم به بینای شورای عالی کشور که آنجا جلسه پارلمان میگذشت هجوم نموده وکیلان خلق را گروگان گرفتند و به دره رامیت بردند. در بینای شورای عالی باشد ستاد حربی تروریستان نهضتی تأسیس داده شد. در رفت گروگانگیری از جانب نهضتی ها نماینده مردمی در شورای عالی مرادالله شیرعلی زاده در صحن بینا با وحشانیت به قتل رسانیده شد. گروگانان که اکثرشان را کارمندان دولتی، نمایندگان حکومت جمهوری و اعضایان شورای عالی تشکیل می‌دادند، در درای رامیت شهر وحدت، دهه‌های جماعت راحتی ناحیه رودکی و محله کمبینت گوشت شهر دوشنبه مورد شکنجه و عملهای نامطلوب تروریستان نهضتی قرار داده شدند. زمان خیلی نوتینج و وضعیت در کشور متشنج بود. نهضتی ها با هر راه می‌خواستند حکومت را به دست گیرند.
از این رو راه و اصولهای گوناگون را استفاده می بردند. گروگانگیری اصولی از همه عادی و معمولی آنها به شمار می رفت. لازم به یادآوری است که بار اول سال 1992 وقتی که همچون معاون سروزیر مملکت ایفای وظیفه می کردم گروگان گرفته بودند. همان سال اولین سالگرد استقلالیت جمهوری ما را جشن می گرفتیم. روز پس از کار همراه حبیب الله سید مرادوف که آن وقت معاون سروزیر کشور بودند سوی خانه هایمان روان بودیم که یک گروه سلاح به دستان ما را داشته به شتاب خود بردند. آنها قاطعانه و با تهدید طلب کردند رفته به حکومت رسانید که یا سفرعلی کنجیف از منصبش استعفا می‌دهد یا هر دوی شما و 20 نفر دپوتات های گروگان گرفته شده قربانی منصب او می‌شوید. شب ما به خانه رحمان نبیف آمده طلب نهضتی ها را رساندیم. روز دیگر سفرعلی کنجیف از وظیفه‌اش استعفا داد. نهضتی ها وکیلان گروگان گرفته شان را آزاد نمودند. بار دیگر وقتی راهبر اولین ناحیه غرب بودم نهضتی ها با راه فریب کوشش گروگان گرفتنم را کردند. در سالهای 1997 سالهایی که بسیار واژبینی ها بود از جانب حزب نهضت اسلامی که در تاجیکستان چقدر مردم به اسارت می گرفتند. یکی از جمله از اونها از اون گروه ها رضوان صادیروف که اومده مردم رو گروگان می گرفتند به اسارت. بنده 14 ساله بودم، یعنی در عمر 14 سالگیم سال 1997 من و برادرم ایشون قطب‌الله رو اسیر گرفتند. مراد از اسیر گرفتن اونها مقصد همین بود که بهرام صادیروف را یا $100,000 به عوض $100,000 یا به عوض بهرام صادیروف فرزندوی مفتی رو ما برمیگردونیم گفته وعده دادن. در مدتی که ما 7 ماه بگیم در اسارت بودیم بسیار عذاب‌های زیاد دیدیم، شکنجه‌های زیاد دیدیم. دندان‌هایی که می‌بینی دندان‌های صنعی است، از خودم نیست. یعنی بچه 14 ساله رو بسیار در اذیت در عذاب از جانب اونها قرار داشتیم. 1 ماه و 28 روز در حالت گرمی تابستان در داخل یک زواد در داخل یک خانه‌چه بگیم که توراتخانه که 5 پنجه پهمی و 12 پنجه در روزش بود 1 ماه و 28 روز ما در محکمه بودیم که در هیچ بگیم که در هیچ دولتی دنیا خیلی محکمه وجود نداره. مقصد از گفتاری من چی است که در اونها نه رحم بود نه انصاف بود، نه بگیم که یکم با انسانیت هیچ بگیم که قریب نبودن، چون که رحم انصاف و همه چی از سر اونها رفته بود. در حالتی که ما اسیر بودیم 1 ماه و 28 روزی که در داخل همون بگیم که محکمه بودیم، وقتی که ما را از اونجا خارج کردن رضوان در دست خود بگیم که دوخی عطر شپیده در بینیش گرفت و دشنام داد که اونها را برده سرای اونها را بشوین. یکی به اسم سعید برهان او را در پیش من به قتل رسوندن. رضوان خودش وقتی که کرد رو در سینه او زد به سینه بالا برد، او را من دیدم که 90 نفر هر یک کدام 10 کورچوی بگیم که 8 کورچوی زدن و بگیم لخ لخ کده او را تگستان کردن. و حالت دیگر حالت وزنینی که ما بسیار می دیدیم 3 ماه در طرف خرنگان در یک کوه بودیم در زمانی بگیم که تیرماه و در زمانی زمستان. حالتایی بود که من تگ یک فوتبالکه و یک کراسوفکی ادیداس بودم. هوا خنک میشید، سرد میشید، باران می اومد، سرما می اومد، اما متاسفانه ما هیچ چیزی نداشتیم که بپوشیم. در حالتی که ما را گروگان گرفتن و به طرف ورزا بردن خرنگان، در مدت 3 ماه آخری که در طرف خرنگان در کوه بودیم ما عقاب کندیم با دستان خود به تیشه عقاب کندیم، یکی 7 متر یکی 3 متر داخل کوه به یک تیشه. چقدر عذاب بود. وقتی که به آب میفر اومدیم به خاطر یک آب گرفتن
3 کیلومتر پایان ما را میفروردند و در یک دستم 15 لیتر، در یک دستم 10 لیتر آب، 2 جوده فقط دم میگرفتم بس تا 3 کیلومتر راه که هم بالا میبرومدیم. همه این عذاب‌ها و شکنجه‌ها از جانب کی بود؟ از جانب همین حزب نهضت اسلامی و از جانب بگیم که همین گروه‌هایی که تشکیل کردن. در آخر گفتنی هستم که حزب نهضت اسلامی و تمام اون کسانی که در اون زمان گردی هم اومدن و مردم به فریب و به نیرنگ به طرف جنگ کشیدن، حاضرم میخواهند که همون کارهای خود را دوام بدن. صادیروف رضوان مردانویچ یکی از چهره‌های رذیل‌ترین نهضتی در سالهای جنگ شهروندی بود که با گروگانگیری و وحشانیت خاص خود میان دیگر هممسلکان خونخوار نهضتی همچون قماندان سرسخت و بی‌رحم معروفیت داشت. سال 1992 رضوان صادیروف یک گروه 10-15 نفره را در اطرافش متحد کرده در وادی رشت شروع به بیدادگری‌های مسلحانه کرد. رضوان صادیروف اعضای ریاست عالی و وزیر مدافع تشکیلات تروریستی سابق حزب نهضت اسلامی بود. گروه تروریستی حزب نهضت اسلامی با سرداری رضوان صادیروف و برادر او بهرام صادیروف از دست همین قاتلان در دهه‌ای که من زندگی میکنم قبرستان پیدا شد. در یک دوره کوتاه از دهه قرن بالا، دهه بدر، دهه القرن که باید دیگر در یک حدود یک جماعتان صدها نفر جوان مردان به قتل رسانده شدند. من همچون سرور مؤسسه 5 آموزگار و 28 خواننده خود را در یک روز باید دادم که این بسیار علام‌آور است. در وادی 14 فوریه سال 1993 گروه تروریستی نهضتی با راهبری سعدالدین رستمov و رضوان صادیروف شورای انقلاب اسلامی قراتگین را تأسیس دادند که در آن قاعده‌های افراطی را جاری کردند. اولین فرمانهای آنها از خانه نبرآمدن زنان، تا به ناف دراز بودن ریش مردان، به مکتب نرفتن دختران، از هر عائله به لشکر نهضت دادن 2 مجاهد و به اختیار جنگندگان تشکیلات تروریستی سابق حزب نهضت اسلامی سپاریدن ذخیره‌های اوزوقواری مردم بودند. از نام تشکیلات تأسیس کرده نهضتی ها و از مضمون فرمانهای اولینشان معلوم بود که آنها برای تاجیکستان چی نوع دولت و دولتداری ارتجاعی را بنیاد کردن می‌خواهند. راهبری سیاسی به اصطلاح دولت اسلامی قراتگین به دوش یکی از شاگردان اساسی سید عبدالله نوری سعدالدین رستمov گذاشته شد که با لقب شیخ سعدالدین و داملا سعدالدین معلوم بود. او در اصل همان ساکن دهه غزناک جماعت نصرتالله مقسوم ناحیه رشت رستمov سعدالدین تیمورویچ می باشد که معلومات میانه نداشته سالهای شوروی همچون ملابشه در نزد افراطگرایان وادی فرغانه چند مدت به طور غیرقانونی درس‌های دینی افراطی گرفته بود. پس از شکست دولت خودساخت نهضتی ها او سالها در کشورهای افغانستان و ایران زندگی کرده تا سپتامبر سال 2015 یعنی تا زمان بازداشتش همچون مشاور عالی رئیس تشکیلات تروریستی اکستریمیستی سابق حزب نهضت اسلامی فعالیت میکرد. حالا برای علاقه داشتن در حادثه‌های 4 سپتامبر سال 2015 به مهلت 20 سال از آزادی محروم کرده شده است. پس اینجا سوالی به میان میآید که شورای انقلاب دولت اسلامی قراتگین را کی تأسیس داد و نسبت عملکرده‌هایشان سفارش‌ها را از کی می‌گرفتند؟ برای یافتن پاسخ به دلیل‌های ردناپذیر تاریخی می‌نگریم. راستی را من بگویم وقتی که در اتاق کاریم ساعتی 10 تخمین در آنجا با مردم عرض و نیاز ایشان را درخواست آنها را می کردم ناگاه دیدم هلیکوپتر یعنی ورتولیات های دولتی از طرف بالای غرام فرود آمدند و به من در حال خبر کردند که یعنی این ورتولیات ها دیسنت پرتافتند. پس تمام آن مجاهدانی که در اینجا استادگری کرده بودند آنها در حال موقع و مکان خود را گرفتند و با سرفرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران این خبر را فوراً دادیم. ایشان فرمود که اولا با از آنها سخن بگیرید و مقصد ایشان را بفهمید.
مقایسه‌ها می‌توانند یکی از جنبه‌های خیلی جالب دولت اسلامی نهضتیان را آشکار نمایند. ساختار سیاسی، زینه‌های راهبری کننده، شعار و ایدئولوژیا و دیگر جنبه‌های این دولت نهضتی نشان می‌دهد که آن عیناً از روی مدل دولتی جمهوری اسلامی ایران ساخته شده است. در آن نیز در صدر حاکمیت راهبر روحانی یعنی خود سید عبدالله نوری قرار گرفته، پرزیدنت آن چون پرزیدنت امروزه در کشورهای ذکر شده در اصل یک شخص یکم نبوده تابع حکم راهبر روحانی بود. شاخه نظامی این دولتچه نهضتی نیز به واسطه به خود راهبر روحانی اطاعت میکرد. این واقعیت نیست بار دیگر هنوز در همان سالها از کجا بودن سرچشمه ایدئاها و کی بودن الهام بخش و حمایتگر نهضتیان را به طور پررنگ نشان میدهد. پس موجودیت و فعالیت چنین حزب برای مردم و دولت تاجیکستان بیگانه در حقیقت تهدید بزرگی به استقلال دولتی و فرهنگ و ارزش‌های مردم تاجیکستان است. سال 1992 ماه نوامبر رضوان صادیروف رهبری سرفرماندهی همون گروه تروریستی اکستریمیستی حزب نهضت اسلامی که اون وقت تعیین شده بود در غرم همه همین فراری هایی که سلاح به دستانی که از پنج بودن، از قمسنگیر بودن، از قرغان تپه بودن، از اورژین کیساباد بودن، از شهر بودن، عقب نشینی کرده بودن، همه اونها را جمع کرده در ناحیه غرم یک مجلس گذاران. در این مجلس 3-4 نفر رئیس پالکام های ناحیه غرم و تاجیکاباد و جرگتال و خب کمسمالاباد اشتراک داشتند، رئیس های جماعت ها، خب دیرکتوری سوخازها و دامله های همون قشلاق ها تقریبا یکان 60-80 نفر اشتراک کردند در اون مجلس و در اونجا 3 نفر را چکران کاندیدات موندن که همین را رهبری همین علمای دینی همین وادی قروتگین تعیین کرده شود. در اونجا مردم چون که من در میدان شهیدان که چند مرتبه صحبت کرده بودم بنابر همین گفتن که همین رستم سعدالدین رهبریت همین رو به عهده بگیرد، رهبریت اموری کارهای دینی شد. خب وظیفه ما از چه عبارت بود؟ همین که تمام دامله های دهه ها را باید جمع کنیم و آنها را دعوت کنیم که از مردم خوراکه جمع کنند. در اونجا رضوان صادیروف جمع شد و بعد اعلان کرد که خب ما باید که از همین کبوجرا یعنی که همون نزدیکی کمسمالاباد سر راه هجوم نیروهای دولتی را باید بگیریم. از هر یک قشلاق باید مجاهدین یعنی که باید که مردم بچه هاش را بتیان و باز خراکه و پشاکه برای مردم این آدمای من یعنی که اسکرای من بتیان گفت و مرا مسئولی یعنی که رهبری همین روحانیای همین حرکتی جهادی اعلان کرد و خودش سرفرماندهی سلاح به دستانی حزب نهضت اسلامی رهبر تعیین کرد که من از طرف سید عبدالله نوری از افغانستان نامه آمده گیه، نامه را هم نشان داد که مرا رهبر تعیین کرده. ما باید که همینجا بقپیم، همینجا مثلا چکنیم نیروها و قواها از افغانستان میآیند و ما یاردم میکنند و ما یعنی که دولتی را به قفا عقب میگردانیم، دیگه هجوم سر میکنیم. در اونجا قماندان ها از هر گروه ها بودن، از جمله ملا اعظم بود، از جمله حاجی نظرالله بود، اسمت اولی بود و بسیاری باز قماندان هایی که از قمسنگیر و از پنج و از قرغان تپه و اورژین کیساباد همین ها همش در اونجا جمع شده بودن. همین خیلی هر کسی که با مقابلش گفتیم کلمه روسی پاپیراک میبرامد او را از بین میگرفت میبرد و به سر و سامانی هایی که رضوان در آنجا کرد مخصوصا در دره کمرا چند نفر بگیم کهلون هاش و
که از اینکه مثلا کولابیا میآیند شما را تجاوز میکنن یا ازبکا میان شما را تجاوز میکنن، ما بگیریم برای ما بهتر نیست که مجاهدین ابتی گفته دخترای مردم از کیلونهای مردم به زوری گرفته در اونجا چند روز در اون مهمانخانه های خودشو در خانه های خودی همون صاحب دخترها تجاوز کردن. یک هفته یا که 10 روز یا چند روزه هم خطی باز اونا را پرتافتن رفتن. بنابراین دعواهای امروزه باقی مانده های نهضتی درباره طرفدار دموکراتیا و دولت دنیوی بودنشان دروغ و فریب محض است. تیر ماه سال 1992 60 نفر کارمندان مقامات حفظ حقوق برای تأمین ترتیبات جمعیتی و حفظ امنیت مردم ناحیه‌های قراتگین به این منطقه سفربر کرده شد. وقتی که بیسنت یکم فرامدنش دارم ای بگویش مروسابدین به من زنگ زد. مروسابدین به من زنگ زد که اکای ندارو فقط مردم بیان میدن نگاه کنند طرف که بیسنت فرامدنش ممکنه. بعد من سوال دادم که پرسیدمش که گفتم برای جون بیسنت میفرماید گفت که مردم بچه ها کار کرده ایستن گفت در شهر بود. وقتی گفتم با این نمیدونم کرامت خیلی میدونی که اگه میدونی گفت که میدونم که بچه ها اشتاق ریزون تلفن کردن قد زنگ زد هم بپرسد گفت که میدونم که باید در این روز تو لیسان فرویا این نشم ملوسابدین زنگ زد و اشتاق خطی خودم گفت زد اگه تقدیری شکوه هست که جو های دویش میدونم برای لیسان گفت اومدم ملوسابدین زنگ زد. در ناحیه رشت نخست آنها با دو قماندان نهضتیان و یک گروه طرفداران آنها روبرو شدند. نهضتیان با حرفهای امیدوار کننده به خاطر صلح و با روایت و حدیثها کارمندان مقامات حفظ حقوق را باور کناندند که آنها فرستادگان صادر رضوان می باشند و رضوان آنها را مخصوصاً برای آوردن و ملاقات با سربازان فرستاده است. ببینید این نهضتیان کثیف چگونه با حرفهای برادری و برابری و دوستی و صداقت یکدیگری سخن پردازی کردند، اما در اصل نیت و مقصد ناپاک دیگر داشتند. انا برادر من کماندیر همین نوعی غرب نام نرزلو قدی سرکماندان برادر اسلامی رضوان شاه قدی مصلحت کردیم. وای مردک به من کفالت داد که شما قدی راست به پیش وای بیایم همه یک جایی به پیش وای بیایم. میریم نصیب باشه. حاضر باشه. برادر من رضوان اما کرد همین خیال که ما حتما قدی شما یک جای به پیش وای برسیم. من جاینشینی برادر رضوان شاه هستم. من همین خیل وعده ها میتیم ان شاء الله که اگر در یک موی یک تشمو یک خاره بزنه اگر بگذار اول در من بزنه بگذار اول مرا آنها با راه فریب و نیرنگ همه 60 نفر سربازان را به یکی از مسجدهای مرکز ناحیه رشت آوردند. در مسجد نیز آنها باز هم از صلح و دوستی سخن میگفتند و روایت‌های جالبی را قصه میکردند. و انشاءالله این برادرها به افاق آمدن و مقصد ایشان چطوره که سرقماندانشان میگوید صلح است و از خداوند بزرگ مسئله دارم که دوستی و همبستگی و صلح امانی را عطا بفرماید. این سربازان بیچاره از کجا میدانستند که هدف ترور نهضتیان خونخوار قرار میگیرند؟ اگر نصیب باشه ما سخت سلامت زنده مونیم رویم کسیتی که میبریم اینجا بردنشون میدیم که چه مهمانداری کردن ما و شما کده ما شما کسیر کردن. با چهره های این سربازان نگرید. یکی تبسم میکند دیگری به اندیشه فرو رفته است. سیومین را باشد اضطراب و یأس و ناامیدی فرا گرفته است. شاید برخی از این سربازان در این لحظه ها تقدیر آیندهشان را میدانستند. نهضتیان مردم فریب در دل شب تمام نیروهای خود را در اطراف مسجد جمع نموده با راه زوری همه 60 نفر را خلع سلاح نموده با یک بیرحمی مخصوص تا صبح عذاب و شکنجه نموده سپس آنها را با نقلیات بارکش به ناحیه نورآباد آورده بیرحمانه به قتل میرسانند. جسدهای آنها را در چخوری پشت خانه فرهنگ این ناحیه روی هم پرتافته اولین قبر دست جمعی تاجیکان را به وجود آوردند. مردم ناحیه رشت و نورآباد آن روز شوم و دهشت را
خوب در یاد دارند و هیچگاه فراموش نکردند و نخواهند کرد. تیرماهی سال 1992 بعد نوشیدن یک پیاله چای همه سربازان حکومتی را با راه فریب که ما شما رو و امنیت شما رو به ذمه میگیریم و ما شما رو صحت سلامت به پایتخت وطن عزیزمون شهر دوشنبه میبریم، آنها رو با راه فریب با راه زوری به ناحیه به ما همسایه نورآباد برده بسیار به یک طرز وحشیانه آنها رو قتل و کشتار نموده. من عابد بهرام ساکن ناحیه نورآباد هستم. گروهی سلاح به دستی به نام رضوان صدیروف که اعضای حزب نهضت اسلام بود در یک ماشین بارکش جوان افسر را به دستا بستگی بر ناحیه ما آورده در حدول جا کرده بود. مدت کوتاه بسیار با عذاب و مشقت زیاد آنها را به قتل رساند. برادر رضوان صادیروف بهرام صادیروف 20 دکبر سال 1996 13 نفر ناظران نظامی نمایندگان سازمان ملل متحد در تاجیکستان و اعضای کمیسیون نظارت سازشنامه آتش بس را با سپارش سرکردگان تشکیلات تروریستی اکستریمیستی سابق حزب نهضت اسلامی که در افغانستان قرار داشتند به گرو گرفت. ماه نوامبر سال 1997 صادیروف رضوان در اساس سپارش سرکردگان نهضتیش کارمندان تشکیلات بین المللی تأسیس در جمهوری تاجیکستان شهروندان دولت فرانسه فرانک ژانی دیوبری و کرن من را گروگان گرفتند. با این وسیله آنها می‌خواستند از کشورهای خارجی به عوض شهروندانشان مبلغ معین جهت پیشبرد فعالیت تروریستیشان ستانند. هنگام عملیات آزادکنی فرانک ژانی دیوبری آزاد کرده شد، ولی متاسفانه از دست این قاتلان خونخوار نهضتی کرن من با بدترین وحشانیت کشته شد. با مقصد گرامی داشت خاطره شهروند دولت بماد دوست فرانسه طبق قرار حکومت جمهوری تاجیکستان یکی از کوچه های پایتختمان شهر دوشنبه به نام کرن من گذاشته شده است. اما افسوس که امروز بعضی از قاتلان کرن من با کمال بیشرمی نقاب دموکرات و اروپایی کشیده در وطن او پناهنده شدند و از آنجا ضد دولت و ملت ما تبلیغات تروریستی پیش میبرند. در حالی که دولت برای تامین روزگار بخطر اهالی کشور تلاش میکرد، گروه‌های جنگی تشکیلات تروریستی اکستریمیستی سابق حزب نهضت اسلامی تنها در پی آزار اهالی، گروگانگیری مردم بیگناه و انجام عملهای تخریبکاری بودند. در همین دوره سالهای 91 تا 94 اعضایان حزب نهضت اسلام که آمده بودند به همین منطقه وسخر در همین منطقه مسکن گرفتند و آنها به مردم عذاب و عقوبت میدادند. آنها مردم را چیزی چاره‌اش نکشیده میگرفتند، به زوری به هر کار سفربرش میکردند. کسی که آنها را اطاعت نمیکرد آنها را با یراق میپراندند یا که با شمشیر کلای آنها را میگرفتند. از جمله دو تا راننده اتوماشین که به خلق خدمت میکردند در همون دوره جنگ شهروندی دستگیر کردند، آوردند. آنها را اول عذاب شکنجه دادند. اگر که باور کنه آنها را تنه لوچ کرده در تنه بیت بستند. در تنه بیت بستند، چند روز عذاب دادند. بعد چند روز آوردن در همین جایی که حاضر ما هستیم. اول قورش به دست شکنده انداختند شفیور را که با دستات قورت نبکنه با قطو. آنها بیچاره با همین دستا قطی بعد در همین زمین کله همون شفیور را با شمشیر زدند. کله که از تن جدا شد تن جان میتیه. همین وقت جان دادن و یا کامera کردن همون چیزا. بغیر از این شفیورا با چندین سلطهای دیگر نفرهای دیگر از طویلدره و خیا زلاژنیک یعنی پلین گرفته به همین دیه آوردن. آنها را عذاب میدادن، به هر کار سفربر میکردن. هم سلطهای بیچاره را حتی چندین نفر آنها را کشتن. در همین منطقه پایانترش در همین جا کشتن، زیر خاک کردن. نمیدونم بچم که جا که دست نمیدونم چرا بچه خوب بود سال باز که دست کرد اومدم دی سال می جنگاز که دیگه نمیدونم که گجا که دست نمیدونم نه مردش یافتیم نزیده. تا حاضر آدم ها فرزند کفتیستن، تا حاضر آدم ها مثال
шавҳар кофтестанд. То ҳозира одамо ана мисол наваса хайна киш хеш тавор кофтестанд. Бе нишон, бе номи нишонаш намияй, на мурдаш маълумай, на зиндаш. Автоматошон айдастай задана қиндоқ надошт. Сар мезадани параи сар, шомпул мезад ягон мезад сар мекафед. Дар ин сар ягон ҷой май сар агар бигирим битурушим ягон ҷой ободӣ надоре. Ҳама ин ҷои задаги тити пити ҳама нами шрамо. Танама ҳоз агар ма бурам қаяк айб мешавад танама то пуштума то аскокой гуфта гранат ёша беҳисоба. То пасои пушт то пасои по ягон ҷой ободӣ надорем. То ҳозир ма дар хом мебинам ки гирехтаистанд, задестанд. ма то ҳозира боварим намекунам ки ман зинда омадам. Одам қадр надошт. ҳайвон қадр дошт, одам қадр надошт. дар болои ҳамаи ки буд ҳизби наҳзати ислом ба чӣ овар расон? Ба чӣ овар расон? барои ин гурӯҳи ватанфурӯш ва мардумозор ҳеҷ арзиши дигари инсонӣ вуҷуд надошт. танҳо дар сар нақшаи қатлу ғорат ва гаравгон гирифтани мардум ва ба ин восита ба даст овардани манфиат барои худ ва саркардагонашон буданд. соли 1999 16 август буд. шаб 24 нафар силоҳ ба даст ба хона даромаданд. командиршон ёқуб буд. акама бароварда задан. дар хона чизе ки буд гирифта анҷоми хонара гирифта бурданд. мара бо ҳамроҳи акам гирифта ба ҷабҳашон бурданд. деҳаи туркобод. баъд дар ҳамо ҷабҳашон як сутка истодем. акама пул биёр. баъд акам гуфт ки мара ҷавоб дед як бало кард ёфта метиём. гуфтан не. баъд ба рафта бачаша гирифта ор ёқуб ҷои акамда монд. акам рафт ба пул гирифт овард. $5000 гирифтан болои ибо камашан гирифтан. камаш гирифта ба моро ҷавоб дода бакан. солҳои 1998-99 дар гурӯҳҳои шомил ба сардори Саид Абдуллои Нурӣ Тораҷонзода ки шомили сардорои ҳизби наҳзат буданд, дар ҳамонҷа дар ҳамон гурӯҳҳо дохил будем. соли 1999 бо сардории ман як гурӯҳ 4-5 нафар хонаи бародар Наҷмиддиновҳо рафтем, онҳоро ба гаравгонӣ гирифтем. гаравгонӣ гирифтем ва $5000 аз онҳо талаб кардем. пулои мегирифтагиро бояд хумон ва ба қомандонои калон мо медодем ки онҳо ба ҳизби наҳзат пул меспориданд. 28 июли соли 1998 субҳи содиқ ма дар беруни содагӣ будам ки гурӯҳи террористии ҳизби наҳзати ислом бо роҳбарии Абдуллоев Зиёриддин бо ҳамроҳии Нозиров Саимрод омада маро бо гарав гирифта бурданд. ба гаравгон бурдан Мулло Зиёриддин мегуфт сини ман ки акаи ту коркуни прокуратура аст, коркуни орган аст, аз шумо ягон кас ба гурӯҳи мухолифин нестанд. 6 табори ман $5000 ҷамъ карда ба қумандон ба роҳбари гурӯҳи террористии ҳизби наҳзати ислом Мулло Зиёриддин бурда доданд. баъд мара ҷавоб доданд. бо супориши бевоситаи хоҷагони хориҷии наҳзатиёни террорист дар водии Вахиё бо роҳбарии Мирзо Зиёев маълум бо лақаби Ҷага, гурӯҳи калони силоҳбадастони наҳзатӣ барои анҷом додани ҳамлаҳои мусаллаҳона дар шаҳрҳои Кӯлобу Душанбе омодагӣ мегирифтанд. ба сафи ҷангиёни Мирзо Ҷага зархаридони хориҷӣ ки аз Ҷумҳурии Исломии Афғонистон вориди хоки Тоҷикистон шуданд шомил буданд. қумандони хиёнатпеша Мирзо Зиёев бо супориши хоҷагони хориҷиаш зерсохтори махсуси наҳзат ташкилоти террористии Албадрро созмон дода ваҳшигариҳои зиёди гӯшношунидро амалӣ мекард. 3 декабр соли 96 маро ба сафари хизматӣ ба ноҳияи Тавилдара бо ҳамкасбонам равон карданд. бегоҳ аз тарафи гурӯҳи мусаллаҳонаи ҳизби наҳзати ислом Мирзо Зиёев бо лақаби Ҷага ба мо ҳамла оварда онҳо моро асир гирифтанд ва ҳамин тариқ мо 8 моҳ дар асорати онҳо будем. вақте ки мо асир афтудем мунтазам моро азобу шиканҷа ҳар рӯза азобу шиканҷа буданд ки ва шиликои ангуштони дасти пои маро буриданд.
дар ҳамин гурӯҳи террористии ҳизби наҳзати ислом мо ба асир будем. азобу шиканҷаи бисёр, ғаму ғусаам бисёр буд, ғаму шиканҷаву азобанӣ бисёр буд. Сарварикунандаш Мирзо Зиёев гуфтани шахс буд. бисёри ҳамин сарбозораву кормандони ҳифзи ҳуқуқа ваҳшиёна ба қатл мерасонданд, мепаронданд, сарошона мебуриданд. шахсан ман худам чандин боро аз дастаи ҳамин гурӯҳҳо мисол саро задагӣ, шикоф кардагӣ, танҳо ҳамам хеле майбу маслоқ кардагӣ, шрамошон то ҳозира ҳаста. дар давоми асир буданмон падармон ба кофтукои мо ба ноҳияи Тавилдара мерава, аз дасти гурӯҳҳои ҳизби наҳзати ислом нест нобуд карда шудааст. имрӯз мо дар ҷустуҷӯ дар суроғи пай кофтукои падар ҳастем. бо аз паси падармон раҳмати бародармон мерава, акай калонимон ба ҷустуҷӯи мо мераванд. аз тарафи ҳамин гурӯҳи террористии ҳизби наҳзати ислом падару бародари мо бераҳмона ба қатл расонда шуданд.